کودکان به طور معمول با عبارتی سرزنش‌آمیز از این قبیل روبرو میشوند: مامانت را به سطوح آورده ای. ببین چه کار کردی؟ مامان از دستت ناراحت است. حالا راضی شدی؟ بابا را عصبانی کردی. همچنین با گفتن میدونم به چی فکر میکنی به نحوی دیگر خیال پردازی را در او تقویت میکنن. اون موقعی که میگی بابا را عصبانی کردی، همون موقع بچه میره تو خیال پردازی. به به، عجب چیزی یادم دادن، من این کار کردنی بابام عصبی میشه. کودک 0 و 1 یا میگه بابا منو دوست داره، عاشقمه، یا اگه وقت نذاش میگه دشمنمه. موقعی که احساس کرد که دیگه باباش دوستش نداره پس حتما دشمنشه، خب میشه میدون جنگ دیگه. چی کار کنیم؟ اون دفعه یاد گرفته دیگه، بابا رو مادر ناهوشیار به بچه میگه بابا تو عصبانی کردی. حالا چی کار بکنیم؟ حواست به حرفات باشه. اعتقادات غیر واقعی، خیال پردازی داری توی فرزندت به وجود میاری. توت به وجود آوردن. تمرینی که توی اعتقادات غیر واقعی باید انجام بدی اینه که بری بگردی پیدا کنی کجاها فهمیدی بابات، مادرت، خواهرت فلان ضعفو داره، فلان چیزو گفتی و شروع کردی به جنگیدن باهاشون. کجاها دیگه چشت افتاد؟ یا ضعف پدر به این بزرگی که تو داد میزد خودتو خراب میکردی، ضعفش کجا بود ازش سوء استفاده کردی؟ برید درش بیارید. به یاد میآورم که یکی از بیمارانم تا سن 32 سالگی 5 بار ازدواج کرده بود. او فکر میکرد که ازدواج میتواند تمام مشکلاتش را حل کند. حالا اون ریشه رو در آوردی؟ بیا ببین تو زندگی چطوره. داره مثال میزنه. کسی که توی کودکیش خیال پرداز بوده حالا تو سن بزرگسالی چه بلایی سرش میاد. نشونه آدمای خیال پرداز چیه؟ به یاد میآورم که یکی از بیمارانم تا سن 32 سالگی 5 بار ازدواج کرده بود. او فکر میکرد که ازدواج میتواند تمام مشکلاتش را حل کند. اگر ولش کنید. علی داره میاد. آها، مادرشو میگه. اگر ما قدیم مامان چیزی میگفتیم. اگر او میتوانست بهترین، تو گیومه نوشته بهترین، اگر او میتوانست بهترین مرد را برای ازدواج بیابد همه چیز درست میشد. چنین باوری غیر واقعی و خیال پردازی محض است. غیر واقعی و خیال پردازی محض است. به اعتقاد او یک حادثه یا یک شخص قادر است حقیقت زندگی او را تغییر دهد بدون آنکه او شخصا رفتارش را عوض کنه. زندگی همه الان اینه. همه تو توهم دارن زندگی میکنن. همه با یک دشمن فرضی تو جنگن. همه منتظر یک نفری، مردها و زنها با هم، حالت متضاد. مردا منتظرن یک زنی بیاد زندگیشونو درست بکنه، زنها منتظرن یک مردی بیاد. بدون اینکه این شخص ها کاری بکنن منتظرن یک نفری، یک شخصی بیاد و کار انجام بده. همش دیدید تو ترازنامه‌ها یا توی حرفا اینه اگر اون درست بشه، اگر اون بیاد، اگر این کار من اوکی شه، اگر این شرکت منو قبول بکنه، اگر همش میندازن گردن هم دیگه. خیال پردازی برای کودکان امری طبیعی است، اما اگر بچه درون یک کودک به دلیل برآورده نشدن نیازهایش آزرده شود در واقع بزرگ نمی شود و بالغ او به جهت باورهای غیر واقعی و خیال پردازی های کودک درونش تباه خواهد شد. بالغ نخواهی داشت. چیزی گفتیم وقتی میای حرف بزنی، تا میای یه کاری انجام بدی، تا میای شغلی استارت بزنی، تا میای با یه
کسی یا همسر اختیار بگیری که تا میخوای بیای بری یه سوالی بپرسی، تا میخوای بیای بری یه جایی یه کاری انجام بدی، یه چیزی تو هست که هی تو رو استرسی میکنه، همش تو رو آزرده میکنه، میترسی، انگار خفه میخوای بشی، خفقان میگیرتت، یعنی بالغ نداری. بالغ او به جهت باورهای غیر واقعی و خیال پردازی های کودک درونش تباه خواهد شد. نمونه‌های دیگری از باورها و خیال پردازی های آزاردهنده عبارتند از اگر پول داشتم همه چیز درست میشد. کی این باور نداره؟ خدایی که این باور نداره. هر تا میلیاردراش دیگه به اشباح شدن میگن نه آقا پول خوشبختی نمیاره، پول همه چیز رو درست نمیکنه. یه کسی که نابالغه، اصطلاحاً کودک بزرگساله، فکر میکنه که با پول همه چیز درسته. اگر معشوقم مرا ترک کند میمیرم و همه چیز برایم تمام خواهد شد. اون وقت هی میگن همین اشتباه کرد، هی میگن همین فلان شد، همین بدبخت شده. همین یه جمله رو ببینید، زندگی من از این رو به اون رو کرده. یعنی خاک بر سر مرد و زنی که فکر کنه همسرش نباشه میمیره، نمیدونم راهنماش نباشه میمیره، باباش نباشه میمیره، نمیدونم بچهش نباشه میمیره. خاک بر سرش. به درد نخورترین آدم ها اونن که فکر میکنن اگه یک نفر انسانی نباشه اونا زندگیشون به مشکل میخوره. مدرک تحصیلی من توی پرانتز در حقیقت یک بر کاغذ نشانگر هوش و استعداد من است. دکترا رو میبینی؟ من دکترم. یارو یه لیسانس داره، یه فوق دیپلم داره، یه فلان داره، همش میگه من فرهیختم. تو توهم خودش داره زندگی میکنه. چون من این مدرک تحصیلی رو دارم همه باید به من احترام بذارن. یا اگر جایی برود که کسی اینو با مدرک تحصیلیش نشناسه نمیتونه حرف بزنه. اعتقادات غیر واقعی اینا، خیال پردازی توهمی زندگی کردنه. اگر سخت تلاش کنم دنیا به روی من به من روی خوش نشان خواهد داد. اگر سخت تلاش کنم. اینایی که ساعتها کار میکنن همش میگن آقا مگه من زیاد پول در بیارم، اگر من خیلی کار کنم حتما دنیا روی خوششم به من نشون خواهد داد. اغلب دختر بچه ها قصه شاه پریان را که سراسر آن خیال پردازی است میدانند. داستان سیندرلا نیز از این معقول است. او در آشپزخانه منتظر شاهزاده ای است تا لنگ کفش پای راستش را برایش بیاورد. خیلی هم همینطوری گول میزنن، یه کفش میارن میگن کفشت فلان جا بود. داستان سفید برفی نیز میگوید اگر او مدتی صبر کند شاهزادهش خواهد آمد. محتوای داستان این باور را القا می‌کند که سرنوشت زنان بستگی به این دارد که در زمانی مناسب سواری قهرمان از میان درختان ظهور کند. این تصور زیبایی نیست و باور داشتن آن خالی از خطر نمی باشد، چون احتمال داره یکی تو یک گرگی تو لباس بره‌ای بیاد و اون کاری که نه ولش کنید بذارید بچرخه. خطرناکه. پسر بچه ها نیز با شنیدن قصه شاه پریان توقعاتی خیالی پیدا میکنن. پیام بسیاری از داستانها این است که آنها باید در جستجوی دختری زیبا باشند و او را بیابند و چون نیابیدن، چون یکی میاد بهونه میاره مادرم اینو معرفی کرد،
فامیلامون اینو معرفی کرد، من خودم نیابیدم. اون یابیده ها هم یه داستان دیگه ای دارن. پسر بچه ها نیز با شنیدن قصه شاه پریان توقعاتی خیالی پیدا میکنن. پیام بسیاری از داستان ها این است که آنها باید در جستجوی دختری زیبا باشند و او را بیابند. این جستجو مستلزم سفر به نقاط دوردست، عبور از میان جنگل های انبوه و تاریک و نبرد با اژدهای خطرناک و مخوف است که سرانجام پس از یافتن دختر همه چیز بدون هیچ گونه شک و تردیدی برایش روشن می شود و پایانی خوش می یابد. من الان دارم سخته می کشم، میخوام برم زن بگیرم، یا الان منتظرم که یک نفری با اسب سفیدی بیاد و پایان خوشی و کنار هم دیگه تجربه کنیم. همه اینا که میخندن اینو دارن. اصلا میخوام بگم همه مردا و زنها هنوزم که هنوزه بعد از هر چند سال سنی که دارن منتظر اینن که یک نفری بیاد. اصلا نمیدونن که خودشون غنای کاملن، اصلا نمیدونن که خودشون کافیان. فکر میکنن نفر چیزی داره. بعدیش اینجا 2 تا زن و مردی که کودک بزرگسالن، هر جفتشون منتظرن یکی بیاد یه کاری بکنه. اینا میخورن به پسته، میبینن دروغه، زیر سقف معلوم میشه. 2 تا کودک بزرگسال شروع میکنن حالا که دیگه احتیاجاشون برآورده نمیشه از همدیگه شروع میکنن به تیشه به ریشه همدیگر زدن. اون اینو آزار میده، این اونو. تو اوج خوشبختی ها، اوج خوشحالی ها، اون چند روز اول زندگی هاشون یواش یواش میفهمن ضعف همدیگه کجاه. به محض اینکه آزرده شدن از این به بعد یاد میگیرن دست به ضعف همدیگه بذارن. خیلی این اعتقادات غیر واقعی، این خیال پردازی توی زندگی آدم ها دیده میشه، محرزم دیده میشه. خیلی ها هستن که همینطوری دارن زندگی میکنن، منتظرن هنوز که، یعنی من 70-80 سال آدم ها رو هم دیدم منتظرن، فکر میکنن انتظار اون کاریه که باید انجام بدن. نمیدونن که این یک بخش سطحیه. تو میای روی خودت کار میکنی، تو توهم زندگی نکن. تو میای خودتو درست میکنی و بعد یک نفری هم مسیر تو میشه، با هم دیگه ادامه. تو میای رو خودت کار میکنی، بعد همسرت که قبلا باهاش ازدواج کردی روی توهماتت، بعد یواش یواش اون میاد با تو هم مسیر میشه. اینطوری نیست. این یک حرفه، یه چجوری بهت بگم، یه چیزیه که فقط روی آب داری میبینی که باید انتظار بکشی. زیر آب باید یه سری کارها بکنی، با رو خودت کار کنی. همه آدم ها رو خودشون کار کردن و گذاشتن کنار، میگن من منتظرم یک نفر بیاد. بعد هر کی میاد شغله پخله. آقا یه دونه پیرزن 70-80 ساله هم خاطر خواه داره، ولی از بچگی تا 70 سالگیش هر کی اومده دنبالش شغله پخله بوده. میدونی چرا؟ کبوتر با کبوتر، باز با باز. تو 70 سال اینجایی فقط داری حرف میزنی، فقط کسهایی توی مسیر تو هستن میان دنبال تو، خواهان تو هستن که اینقدر اونها هم در طول کل 24 ساعت 10 دقیقه حالشون خوبه. و میگه ما منتظریم. عمرت تمام شد مسلمون. مسلمون باید این فقط یه چیزی تو بچگیت بود. تو همون موقع باید میرفتی مدرسه، دوران دبستان، دوران راهنمایی، دوران دبیرستان، دوران دانشگاه تو بگذرونی، بزرگ شی. نکردی، اومدی موندی همونجا. بعد هی میگی یه مش آدم به درد نخور، اون که داغونه، این خواستگار میاد، این داغونه، اون خواستگار میاد پوکیده است. میدونی یعنی چی؟ یعنی تو پوکیده ای، تو داغونی، به دیگران عیب نچسبون. اگه اینجا بودی، آقا گنجیشکه فقط توی از 5 یا 10 متر بالاتر نمیتونه بره بالاتر. حالا عقابو ببین، این همش در حال بال زدنه. اون یه بال میزنه، یه دور آسمون میزنه. عقاب از این پایین اون بالا چند تا گنجشک ریز ریز میبینه.
ولی کسی که اون بالا رو نگاه کن، سطح دیدشو، توهمی زندگی نکنید. تباه داره میشه زندگیتون. به خدا من میام حرف میزنم، حرفامو نمیفهمن. یعنی دور من آدم هایی جمع شده که هر موقع باشون حرف میزنم میگم اینه، اون میگه این تبر زده. مگه میشه؟ من اگر روی خودم کار کنم، من دیگه وقتی ندارم رو خودم کار کنم. وقت نداری باشه، رو خودت کار نکن. 30 سالته میگی وقت ندارم، 50 هم بشی همینه داستان، 100 سالت هم بشه همینه داستان. چون این یه قانونه. تو توهم داری زندگی میکنی. اصلا غیر طبیعیه که یکی کسی که روی اون بالا داره زندگی میکنه با تویی که این پایین داری زندگی میکنی با هم دیگه سنخیت داشته باشید، با هم دیگه بتونید. آزاردهنده است برای کسی که تو جایگاه عقاب داره پرواز میکنه با کسی که گنجشک روزیه. عقاب یه شکار میکنه هر روز حال میکنه، دل سیر میخوره. گنجشکی چی؟ یه دونه میخوره، اونو میخوره، سیره. اگه یه خلوار گندم هم بهش بدی، دونه بهش بدی، یه دونه، 2 دونه، 10 تا دونه بیشتر نمیتونه بخوره. بعد به سرعت هم اون هضم میشه و دوباره گشنش میشه. ولی کسی که اون بالاه، اغلب گفتم پسر بچه ها رو گفتیم، دختر بچه ها رو هم گفتیم. سرنوشت اغلب قهرمان‌ها اینو بزن، دوباره بزن اینو.